چرا کنشین داری میگی؟ ناسیخان اینجاست؟ آخره فیلمه. ناسیخان! خفه. گفتم آخره فیلمه، نگفتم تموم شده که. میشه برم تو؟ سلام صدا. حساب تمسنگی شده. من به هیچ کس احتیاجی ندارم. خب تنها باش. تنها! جلسمینه پایان. روزنامه ناسیخان مال در روز پیشه. این خبرگزاری همچنان اضافه کرد. خبرگزاری و همون اضافه کرد در جلسه شورا عالی انقلاب فرهنگی. چه تیکه میخونی؟ شورا عالی انقلاب فرهنگی. خب تصمیم گرفته شد برای مقابله با تهاجم فرهنگی و افزایش سطح فرهنگ عمومی ضمن رفع محدودیت های فعالیت های ویدیویی برنامه های ویدیویی. بدم کجاست؟ کدوم خبره؟ همون که دورش خودکار قرمز کشیدن. قرانتر بخون ناسیخان ما همش نمیم. از جمله تولید و تکثیر برنامه‌های ویدیویی و اجاره و فروش نوارهای تصویری و ویدیویی رو طراحی نماید و انجام این مأموریت رو خبر بدیه؟ کی فرستاده این روزنامه رو؟ ادریس که پنیر بوز میاره گفت یه خانه برات فرستاده از خاتون آباد. اسمش چی بوده این خانم؟ گفت بگین ملی سلام رسون. کیفری فعالیت‌های غیرمجاز در امور سمعی و بصری و بر اساس بند 6 همین قانون آقای ناصر بصیری با نام مستعار ناصیب تمام که به طور متوالی اقدام به کرایه، خرید و فروش فیلم‌ها و نوارهای مبتذل و غیر اخلاقی می‌نمودند به 6 ماه حبس تعزیری و بر اساس بند جیم تبصره همین قانون به 2 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه به عنوان تعزیر و انهدام و ابقای کلیه نوارهای مبتذل و مستهجن محکوم می‌گردد. از آنجا که نامبرده فاقد اماکن کسب بوده، حکم انهدام کلیه موارد غیر اخلاقی در ملأ عام انجام می‌گیرد تا درس عبرتی برای سایر کسانی که اقدام به فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری را می‌نمایند باشد. حکم صادره در تاریخ 7/7/1368
در میدان شهید از گردانی شهرستان مقیم آباد به اجرا در خواهد آمد. بعدا لطفا به عقب‌تر. آقا رو باز کنید. برادر لطفا توجه فرمایید. برنامه هفتگی بعد از نماز مغرب و عشا، شنبه ها آموزش احکام توسط حاج آقا نیکو قدم، یک شنبه ها درس اخلاق توسط حاج آقا تمثالی، دوشنبه ها نمایش فیلم به انتخاب تحت نظارت برادر کلانتری، سه شنبه ها دعای توسط برادر ارجمند و مداحی توسط برادر خدایی. کفخواب با من بودین؟ تخت پره کفخواب شما مادر بر ظرفیت یعنی کف زمین باید بخوابم؟ تیر انداز رو انداز هست تخت نیست. جمع آشنایی را که بر دلهای مشتاقان زدن داغت جدایی. کبریت میخوای؟ بله؟ کبریت میخوای؟ اگر در خواب می‌دیدم یه چی کار کنم؟ که بازی کنی کبریت بازی میخوای؟ حالا راستش آره میخوام خیلی ممنون. دست کن جیب کاپشنم دارم. تو اون یکی جیبشه زشت نیست؟ چی؟ این که دست کنم تو جیبتون با وقتی کنم بگم کبریت بازی خوبه کبریت بازی خیلی خوبه. شما صداتون آشناست. تو رادیو نبودین؟ نه دوبله. آره دوبله جای همفری بوگارت و کلار گیبل حرف میزدین. ویلیام هولدن و اورسون ولز و خیلی دیگه. چی شده گذرتون به اینجا افتاد؟ این یارو صورت زخمیه که با کل انداخت و میبینه یه دوربین سوپر اچ داشته به سرش میزنه یه فیلم اکشن بسازه. یه بدبختی هم گیر میاره یه پولی بهش میده جلو دوربین تا پای مرگ کتکش میزنه. یارو هم شکایت میکنه ازش. بگن آقا بگن. قرون برسد. اونو نپرسیدم شما رو پرسیدم. اصلا با خسته شدم دیگه. بزن حرف زیادی نزن بزن. قرار از این که هممون کتک خور یه سینمایی یکی مشت و لغت نصیبش میشه یکی هم جاش میگه آه من اون دومیم. آقا تو بلنگو گفتن دوشنبه شبا نمایش فیلم هست درسته؟ اینجا کسی آقایان شما نگاه نکنید در این فیلم زنانشون بی‌حجاب هستن. پرستارها پای بدون رجوع تردد میکنن. شما نگاه کنید به افشاگری فیلم در مورد امپریالیست جهانخوار به بیماران خودش هم رحم نمیکنند. شما نگاه کنید به وقتی را که یک بیمار روانی بدبخت تحت مورد شکنجه قرار داده مغزشون را متلاشی می‌نماید. آقا کمشو تعریف کردی آج آقا نگو مزدش میره. ساکت سکوت توجه کن آقا. فیلم که فقط سرگرمی نیست که تفکر داره، تفکر انقلابی. توصیه من برای شما اینه که
در مورد فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته اینی که شما نه دنبال پرواز بگردید، نه فراز، نه آشیانه، نه فاخته. شما دنبال عملکرد جنایتکارانه امپریالیست جهانخوار بگردید. کلنداره نه آقای مکمورفی، جلسه که تموم شد نتیجه آرا 9 به 9 بود. همین آبخوری رو برمیدارم میزنم پنجره رو خورد میکنم با رفیقم چزویک میریم توی راه رو توی شهر تو رستوران میشینیم غذا میخوریم و مسابقه رو خوب تماشا میکنیم. این از اجازه قبول کنه یا نه؟ این چرندیا تو کت من نمیره. وقتی رئیس رای داد نتیجه شد 10 به 8. من میخوام اون تلویزیون روشن بشه. برادران خودتون شاهدین نوار فیلم در نقطه حساس پاره شده. من از شما خواهشمندم برگردید به بندهاتون تا دوشنبه هفته آینده یه فکر بکنید. بفرمایید. کلانتری؟ بله آقا. اشکال از ویدیو بود یا نوار؟ نمیدونم آقا. این چی داغ کرده؟ درستش میکنم. ببین کلانتری. بله آقا. این ویدیو هر هفته یه بازی در میاره. یا درستش کن یا بندازش تو. چشم آقا چشم. ببخشید آقا. اجازه؟ بله چیه؟ چی شده؟ نه چیزی نشده. خواستم اگه اجازه بفرمایید باقی فیلمو واسه برادرها بازی کنم. یعنی چی بازی کنم؟ مگه اینجا زمین فوتباله؟ منظورم اینه که ادای هنرپیشه‌هاشو در بیارم. اونجا که فیلم پاره شده تا آخرش. کلانتری میشود؟ بله آقا اگه حفظ باشه میشه. منع شرعی قانونی نداره که. نه آقا بعدم نیست، یه ساعتی از فیلم مونده اینجوری سرشون گرم میشه. یکی از برادران ابراز علاقه کرده بقیه فیلمی که از اونجا پاره شده برای شما هنرنمایی نموده، موضوعات افشاگری امپریالیست جهانخوار فراهم شده. ساکت. ضمن تشکر از ایشان من از شما خواهشمندم سر جای خودتون بشینید تا برادرمون کارشون را شروع کند. بفرمایید. برادرای عزیز محترم، چون قرار باقی فیلمو تک نفره بازی کنم ازتون خواهش میکنم که با دقت بیشتری تماشا کنین و مهمون تخیل خودتون باشین. خب تا کجای فیلمو دیدیم؟ فکر کنم اون صحنه‌ای که پرستار رشد اجازه نمیده تلویزیون روشن بشه و بچه‌ها مسابقات سراسری بیسبال رو تماشا کنن، درسته؟ حالا مکمورفی یه فکری به سرش میزنم. میشینه جلوی تلویزیون خاموش و وانمود میکنه تلویزیون روشنه و داره مسابقات سراسری بیسبال رو پخش میکنه. حالا توپ به وسط زمین رسیده، پاس میده به یارش، توپو میگیره، داره میره، رفت رسید به خط آخر، ریچاردسون به دومی رسیده، کوپر گیر افتاده، بدجوری گیر افتاده، دردسر بزرگه. حالا به دومی جانسون توپو میزنه، نگاه کن داره میره جلو، یکی میزنه به هدف میخوره، بشه چرخ نمیده. حالا به طرف نقطه دوم جانسون میگیره، موفق شد مبارک نشه. آقا بیدار شین. مرده؟ نه خدا نکنه. تب داری نگار. میدونی تو هنرپیشا کی اصلا بهتر میمون؟ نه نمیدونم. آمفری بگارد خودم ناسی. الان میگم ببرنتون درمان. عباستی جمع کن، وقت زیادی نداری. وقت چی؟ یه جایی هست به اسم عشقاباد تو جاده برانی. شنیدی؟ نه نشنیدم. از این اون بپرسید پیدا میکنی. اونجا سراغ درسون آباده بگو. میرم عشقاباد سراغ درسون آباده میگیرم. دوست دارم حافظتو. کی آزاد میشی؟ یه ماه و نیمه دیگه. اونجا که میخوام بفرستمت افگنج سلیمان توش خوابیده. ایشالله خوب میشیم با هم میریم. باقیشه باید پیاده بریم. پای رفتن داری؟ من تو کوچه بزرگ شدم، پیاده روی خستم نمیکنم. پس باقیشه گوش کن.
اگه سگا آمدن استقباله، یعنی درست اومد، یعنی رسیدی به جایی که حقت ناصری. این نقششه، نگاه کن. اینجا رو بهش میگن دکور دخمی، جایی که زندانی ها و حسرهای مادر مردن و داغ و درفش میکردن. تاش میرسی به اون جایی که وعدشو داده بودن. گنج سلیمان، تو بچه با استعدادی هستی ناصری. وقتتو نذار پی خرید و فروش و کرایه فیلم. این فیلم ها میتونن تو رو بسازن، آینده تو بسازن. سکه وقتت ناصری، درست خرجشون کن. کاش میشد قشنگ ما درست مثل آفر زنبانا بارش امشب باید بکنیش. چرا اصلا پاشو بیامدی کار باید جایی دیگه دیر یا زود باید ما مردم آن را متفق سازیم. دشمن مردم. تو حسی به هم میگه ما تو کانزاس نیستیم. معجزات خداوند را دیده این دنیا من دار رو ندارم، همین و به این ترتیب باربارا گراهام زن بیگناهی که احتمال پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه. فقط ما یا آب داریم تا وقتی که نریم تو پیاده رو آب داریم گاد برفوشیم. ما دختر معاملی هستیم و خود فروش های گله های بیچاره عوضی های زنونه پوش اوا خواهر و قاچاقچی آدم خیلی ممنون. باشی بریم. پیشته و دستک.
آتیشتو بسازم باهاش. جهان کولا مولا نشید داری بده بیاد بینیم همینو بچه دعوا چرا؟ های هیتلر معرفی میکنم سروان رنو رئیس شهربانی کازابلانکا سرگرد شتراسه از طرف فرانسه اشغال نشده خیر مقدم عرض میکنم. حتما تو نیویورک همه خوابیدن، شرط میبندن تو تمام آمریکا مردم خوابن. این همه کافه توی شهرهای دنیا هست، اون وقت السا درست باید بیاد تو کافه من. دنیا داره در هم کوبیده میشه، اون وقت ما عاشق شدیم. آره جدا خیلی. ببینم تو 10 سال پیش کجا بودی؟ دندونامو با سیم بسته بودم مرتب بشه. تو کجا بودی؟ منم سیمای مغزم مرتب میکردم. دور بنده جمع شید، فارغ از غم گرم شید. سرکار با عرض تعظیم و اجازه یه رو باز میکنم اینجا مغازه. سلام خانم کلارک، به من نگین برو. خانم کلارک زنی بیباک قدم میزنه با اندرو. سلام اندرو، از مشرق داره باد میاد، با مه زیاد میاد. اتفاقی رخ میده، مری پاپینز رسیده اما واسه پیش بیرون باران میبارد. حالا که نیلز مرده داره دستش میخوان از ما انتقام بگیرن. در عرض 2 روز 4 تا نارنجک انداختن اینجا، آبدوسازی رو آتیش زدن. دارم میگم میخوان ما رو بکشن. به من نگو، من ترسو نیستم که جا بزنم. میدونم که ترسو نیستی، منظورم این نبود. من به شما ها احتیاج دارم، ولی اگه تو قبر باشین فایده ای برام نداری. زندگی همه ترا اعتبار نارا، اعتبار نارا. دوست و نارا، یار یار نارا. زندگی همه ترا اعتبار نارا، اعتبار نارا. رادا من و تو نتونستیم این عشق بین خودمون به وجود بیاریم، ولی برعکس این عشق بین تو و کوپال. و به این ترتیب کوپال با فداکاری خود را میکشد و رادا و سیندار به خوبی و خوشی به زندگی خود ادامه دادند. پایان. تو اتاقش خوابیده بود که یهو باد اومد، طوفان شد، تا 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 تا. زمین رفت آسمون، آسمون اومد زمین. بعد چشماشو باز کرد،
دید توی شهر دیگه است. تو یه حسی بهم میگه ما تو کانزاس نیستیم. حالا دیگه مطمئنم تو کانزاس نیستیم. من به عنوان شهردار شهر اوز به شما خوش آمد میگویم. کی خواهر منو کشته؟ کی ساحره بدجنس شرقو کشته؟ سلام، من مترسکم. من نمیتونم تصمیم بگیرم چون مغز ندارم. این تو کاهن. من حلبی هستم که میتونم حرف بزنم. بیشون خودت چه جد آباده چه؟ میگم چیه؟ چیکار داری؟ مریض آقای دکتر. چته؟ من نمیگی مریضی. چته؟ مریضی چیه؟ گلوم آقای دکتر، نمیتونم حرف بزنم. تو که داری حرف میزنی. حرف میزنم، خوب نمیتونم حرف بزنم. 4 کلمه که میگم به سرفه میافتم. یه اسکن آبجوش بنداز بالا، یکم آب نمک قرقره کن، برو بالا خوب. آقای دکتر. مگه اینجا طبیله است همینجوری سرتو میندازی پایین میای تو؟ نمیخواد جواب بدی، خودم میدونم جوابشو. بله اینجا یه طبیله عمومیه به نام درمانگاه، پر از خر و الاغ. یه گاوم داره که شخص شخیص بندم دکتر دلاوری. ببخشید آقای دکتر، دیروز تا حالا مدام دارم آب جوش میخورم، آب نمک قرقره. اما افاقه نمیکنم. بیا اینجا ببینم. دهن تو واکن. با سر. اوه ترکمون زدی به تارای صوتیت که. شغل چیه معلمی؟ نمیخواد صحبت کنی، سر تکون بده. سیاستمدار، نماینده، خطیب، دادزن سواریا، دادزن سر جالیت. پس چی این شغل کوفتی تو که اینجوری تارای صوتیت برم کرده؟ اوله 3 امتیاز. من تو کار نمایشم آقای دکتر. چه جالب. سینما یا تئاتر؟ اجرای هر دوش. یه ملی داریم اینجا، ملیحه، آمپولزنه. میگه وقتی بچه بوده با باباش تو لاله‌زار تئاتر بازی میکرده، راست و دروغش با خودش. 2-3 روزی فکمک بسته. ببخشید اجازه است؟ بیا تو. امر تو. تزریق دارم. دارو رو بده من، برو پشت پاروامو تخت راست میکش. گفتن خودتون دارین. چی هست؟ دیت. بدش من. دیترو لارنژیت داری؟ تارای صوتی آسیب دیده، مرتعب شده. لفظ غلط. چی کاری؟ من تو کار نمایشم. لاله‌زار؟ نه بابا، لاله‌زار که خیلی وقت جمع کردن، هر جا که شد. من یه وقتی بچگیام لاله‌زار تئاتر کار میکردم. قوره سرنوشت عباس و جعفر برمکی. با پدرتون؟ شوهر ننه. ناپدریتون؟ آره ناپدری شیک‌تره. تو از کجا میدونی؟ چیو؟ قضیه این شوهر ننه لاله‌زاریو. دکتر دلاوری گفت. ای دلاوری خاله زنک دیگه چی گفت؟ هیچی، این که فقط اسمتون ملیه خانم. چه گفته؟ بله؟ من ملیه نه خانم، ملی. اینجا همه به میگن ملی. ملی. برو دراز بکش بیا. از آمپول که نمیترسی؟ نه نمیترسم. یه آقا عوضی داشتیم لاله‌زار. بچه‌ها بی معرفت ها صداش می‌دادن آقا عوضی. زهرش آب میشد، اسم بیمارستان و اتاق عمل و تحقیقات که میومد. یه بار قندش افتاد، فشارش اومد رو 5-6. 16-17 سالم بود. نقش کلفت خونه رو بازی میکردم. گفتم آقا عوضی یه دکتراژ 10% تزریقی برم تو کارش. رنگش شد عین گچ، چشا دو لبا کبود، بدن سگلرز، خون از دلوله دماغ پاشید بیرون. نگو تفلی از درس فشارش رسیده به 20 و هایپرتنشن و از این بساطا. صرف نکن از اون رو شل کن. میگم شل کن. مگه نگفتی از آنگوله میترسی؟ خلاصه کارواری داشتی خبرم کن.
پیسی، دیالوگ بالا 5 خطی، چیزی میگم برات. عبد انسان چارلی با طلاهایی که به دست آورده بود سالهای سال به خوبی و خوشی به زندگی خود ادامه داد. هر سری چی داری میزنی؟ جویندگان طلا عصر جدید میزنی؟ یه دقیقه بگم تو افق چی بگم. پایان دست شما درد نکن. خیلی ممنون. دست شما درد نکن. بیبردار با تو هم میگم بیبردار. چیو؟ کمکم کردی، موزیک مت زدی، هم اینجا هم سر سنگام، هرچند جا جویندگان طلا عصر جدید زدی ولی عیب نداره. بیا چقدر دلت میخواد بردار. نس خوبه؟ من پول نمیخوام. چی میخوای؟ کی یاد گرفتی؟ ما ویولون زدن آقا پرویزی لوکولوس میزن. بعد که کابارا جمع شد مهمونی ها عروسی حتنشون این رقم ها ایرونی زدی فقط؟ ایرونی زدم فقط ولی میزنم. چی میزنی؟ هرکی ایرونی فرنگی شما با دهم بزن که با سود هرچی بخوام میزنم. بله از کارت درسته. ایرونی فرنگی هندی حتی عربی شما با سود بزنم من سشی برای میزنم. اشکال کارت میدونی چیه؟ چیه؟ ایرونی میزنی. فرنگی هم میزنم حتی هندی حتی عربی. آخه فرنگیش هم ایرونی میزنی، هندیش هم ایرونی زدی. میترسم لاوستوری تحویلت بدم بابا کرم تحویل بگیرم. چجوری؟ چی؟ هم ایستایی با سوتش میشه این شایدی؟ شایده دوستی خونده بودم تا اصفهانه. همین دیگه. انگلیسی تحویل میدم، اصفهانی پسند میگیرم. اینجا خوبه؟ اینجا بهتره. من از کجا بیان کنم این قصه را که عالمی خبر شود از عشق ما. من از کجا بیان کنم این ماجرا که دیده را سازد گریا. هنوز گشتمه. یه پرس دیگه میخوری؟ میشه؟ دارم خودم کاست موسیقی شو سالم درجه یک کیفیت عالی. خبر مرگت میگفتی بلد نیستم بزنم، کاست رو میآوردم یه دکمه خلاص. بده من اون افسو. بلدم بزنم. بلدی اینجوری گند زدی به کاسه کوزمون؟ سرد ناسی خواه اکوب در میرسیم. حکایت عروس هست بلد میبرخص میگه زمین کجه. راست میگه. شما؟ غلامت غلام. راست میگه این بچه. چطور؟ سیمه دیگه سرما میخوره کش میاد صداش کلوسکی میشه. ما خودمون یه تارزن داریم تو قهوه خونه دم به دم بخاری و داره کاسه سازش گرم میکنه. تکلیف چی آخه؟ زمستونه دیگه. تو زمستونه فیلم و سینما تعطیل. حواست نی مشتریات روز به روز دارن آب میرن. بیشکن خونه رادیو قصه شب گوش کنن صرفش بیشتره. پولی دوا دکتر جلو خدا وکیل. اگه به من فردا دستکش دست میکنم سیمارم سفتر میکنم. بی خیال دستکش. یا پیشنهاد بهت بدم نتونی رد کنی. عشق فیلم میتونم. بعد مجسمه سینما شهر تماشا پدرخوانده سانس آخر.
بگو پیشنهاد تو. یه قهوه خونه داره کارخونه سیمان، غلامت غلام میچرخونه، هم گرمه هم گنده، جا خوابم داره، یه گوشش هم خالی میکنیم واسه فیلم بازی شما. چطوره؟ سلام غلام. سلام علیکم داداش. شکر آقای نه کجا میشینی؟ کجا خوبه؟ بفرمایید نشتایی خوردی؟ حسن یه دو تا بوده کامل بیار اینجا. من نمیخورم. حسن یکی بگو دوتاشو بیاره شاید ما یه ناخونکی زد. حسن اون صابونه بودم گفتم دو تا بعد گفتم یکی بکنش دو تا. صفایی آقای نه همینه دیگه ظاهر و باطن. مشتری گذری کم داریم، بیشتر بر بچه‌های کارخونه سیمان مشتری. اون کانتینر اون تا خب خالیه؟ خالی که نه، این صندلی شکسته توش اون تخته زباد در رفته. خالیش کنه. واسه تمرین بعد نی. تمرین چی؟ فیلم، موزیک، یه نیم ساعت قبل فیلم پنجامو گرم کنم بهتر میذارم. چجوری از کارت مکسی؟ همه فیلم بازی میکنی، نصفیشو، خلاصه‌شو. راجع به کارم چیزی ازم نپرس. آخه نپرس! دیدی که گفته بوده به درخوانده نبود، جونه بوده بچه چی یارتون کنم نپرس! ببینم آینایی محترم، از امشب و هر شب شاهد هنرنمایی ناصر خان با اسم هنری ناصر نیمکت هستیم. ایشون که از آرتیستای به نام مرکز هستن، این وعده رو به بنده حقیر دادن، سر اون منت گذاشتن هر شب یک فیلم آموزنده برای مشتریای عزیزمون اجرا کنن و باعث انبساط خاطر شما آقایونای محترم بشن. شروع بشه غلام. شروع کنی آروم میشن نداشت. نمیشه، اول فیلم خیلی مهمه، رد شه نشنمن تا آخرش تو خماری. چه فیلمه؟ 10 فرمان خوبه. خوب که 10 دقیقه اولشه. پیش برداشت برام برا. بلدی؟ قربون آقا بشین سیاحت کن. کمپانی پاراماونت تقدیم میکنن این فیلم را به عجایب هفتگانه جهان اضافه کنید. یک حماسه، بزرگترین داستان جهان، یک اثر بی همتا از 30 به 2 میل. 10 فرمان داستان زندگی یک پیامبر حضرت موسی. ببینید شکوه و جلال امپراتوری فرعون را، ببینید خشم و انتقام یک بزرگ مرد را، ببینید گوساله زرین را. 10 فرمان با اجرای هنرمند شهیر مرکز ناصر نیمکت. مردگان متعلق به من است موسی، زندگی آنان و هرچه که دارند متعلق به من است. من نه خدای تو را میشناسم و نه قوم بنی اسرائیل را آزاد میکنم. اون چطوری مرد؟ موقعی که شکنجش دادی تقاضای بخشش هم کرد رامسس؟ بگو جسدشو بیار، میخوام جسدشو ببینم رامسس. تو کسی که زندگی این قوم را تو هم با اسارت و مرارت کرده ای. انسان ها نباید تنها با قوانین انسان ها زندگی کنند.
فیلم تموم شده. آره تموم شده. نمیخوای بری؟ کجا؟ خونه خواب دیش بوسلالا. خونه ندارم، کلی هم داغونه، مبتلا به اینزومنیام هستم. چی هست؟ چی؟ همین که گفتی اینزو چی؟ بیخوابی از نوع مزمنش. بابتش هم دیابت گرفتم، هم یه مش بیماری قلبی، هم فشار خون و چاقی. یعنی هیچ وقت نمیخوابی؟ داروی، قرص خوابی، دیاسپامی، لوراسپامی چی؟ الرتنس. یعنی چی؟ افزایش هوشیاری. میدونی تو آمریکا چند نفر به این بیماری مبتلا؟ نه نمیدونم. 55 میلیون. این همه؟ اینجا چند نفر مبتلا؟ اینجا یعنی کجا؟ یعنی همینجا کشور خودمون. ندارم آمارشو، باید زیاد باشه. مردم ما اصالتا بدخوابن. خوش به حالشون. شاغالم به سمت بردار. چوفری میزنن آسی خان. خوش به سعادتش. فیلمو دیدی؟ بفرما. چطور؟ قشنگ بود ولی خوشگل نبود. فرقش چی؟ یعنی چی قشنگ بود خوشگل نبود؟ قشنگ بود یعنی خوب اجرا کردی. خوشگل نبود یعنی جاکاری داشت. صحنت لخت و پتی بود. اسپشیال افکت نداشت. حرفا میزنی بیخوام. تو قهوه خونه شاغالام که نمیشه جت هوا کرد. اگر هم میشد دوره فرعون جت نبوده که هوا کنی. همین دیگه. فردا ما این در فرمان اجرا کنم بذار من وردست بود. چیکار کنی؟ گفتنی نیست. واسه نشونت بدم. باشه. خداوند ما را از شر فرعون حفظ خواهد کرد. این است عظمت پروردگار یکتا. مردم را اسیان آبها راهنمایی کنید. کیست که نتواند در مقابل عظمت خداوند مقاومت کند؟ پروردگار یکتا به من فرمان داد و دریا آنها را در بر گرفت. بیا خب دیگه یه بالا برم بنویس دیگه. گه خودتون حالا اون رئیسیات رو حالا دارو آدم باشید دیگه بیاین دیگه. اینجاست؟ آدرسش که همینجاست. بکی آموزشگاه نابینایانه که. آره نابینایانه. فیلم به چه دردشون میخوریم بیچاره؟ نابینا ناشنوا نیستن. من کلی اسپشیال افکت تدارک دیدم واسه این برنامه. اسپشیال افکت واسه کدوم صحنه؟ مگه کازابلانکا نیست فیلمه؟ واسه تیراندازی آخرش. همونجا که همفیل بوگارد با تیر میزنه نازیه رو میکشه. بعد میپرسن کار کی بوده؟ افسر فرانسویه میگه همون مزمونین همیشگی. همونجا. الان بهت نشون میدم. اینو میبینی؟ اینو میذارم اینجا. بعد این دکمه رو فشار میدم. یکی بهم شلیک کنه. دستم بنده. ناسی خان شما. آخه نداره شلیک کن خیلی قشنگه. 1 2 3 کثیف شد پیرنت لکش میمونه. رنگ پلاستیک با آب پاک میشه. تکلیف چیه ناسی خان؟ اجرا میکنیم یا نه؟ معلومه که اجرا میکنیم. منتها با چند تا تغییر جزئی. موسیقی یه هوا چپ‌تر. اسپشیال افکت تصویری هم بشه اسپشیال افکت صوتی. صدای ماشین و شلوغی کافه گله و رقبا. صدای فرودگاه و ماشین اینا باید با دهن دراری ها. همه صحنه با توه. چی بزنم؟ با همون کازابلانکا. سم یکی از اون آهنگای قدیمی رو بزن. رید کجاست؟ یه بار دیگه اون آهنگو بزن. بلد نیستم. زود باش دیگه. یه بار دیگه اون آهنگو بزن. آهنگ همچنان که زمان میگذرد. یادم رفته. من برات زمزمه میکنم. لا 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 نبستی از جانم نشستی قلب بینوایم را شکستی ای خسروی خوبان یا من سم بهت نگفتم هیچ وقت این آهنگو نزن؟ گریه نکن دارم نگاهت میکنم بچه عجله کنین هواپیما داره میره
گوشی رو بذار سر جاش وگرنه شلیک میکنم. و به این ترتیب ریک و کاپیتان قدم زنان در فرودگاه دور و دورتر میشوند. همفری بوگارد آخر فیلم گریه نمیکرد. غیر اینه. چی غیر اینه؟ غیر اینه همفری بوگارد وقتی زنه با شوهرش میذاره میره گریه نمیکنه. و چیکار میکنه؟ سیگار میکشه. نخوردیم نون گندم دیدیم دست مرد. تو مالی نیستی؟ هم پول زن درمونگاه؟ خودشم. اینجا چی کار میکنی؟ خیالیده با دست کورا طرفی کازابلانکا رو کردی سنگا. آره یه ذره احساساتی شد. زنی که شوهری دیلا عشقش رو ول میکنه میره اون وقت تو میزنی همفری بوگارد رو میکنی راج کاپور. این چی میگه؟ ایشون کی هستن؟ مالی خانم بازیگر سابق. فعلا تو کار تزریقاتم. 1,200 تزریق در منزلی، تزریق بیدردی در خدمتم. تو رگ تو عضله ما یه دفعه میام اینجا واسه امورات تزریقی. شانس ما اون یه روز خورد امروز. شانس ماست. ماشین داری؟ چطور؟ برمیگردم درمونگاه یه نوش ترمز بزنی سر راه میپرم پایین. نداریم ماشین. معلوم بود از دک و پوز تو. ولی میرسونیمتون. درسته ناسی خان؟ میرسونیم دیگه. شما دوتا اسمم داری؟ دارم. چی؟ آدمیزاد اسم کی دیده؟ چیه؟ چی؟ اسمشون. تو از خودشون بپرس. از خودتون میپرسم چی اسمتون؟ من عطا. سبا. عطا و سبا برادرم هر دو عزیز مادرم. نیستی. چی نیستی؟ برادر نیستی. میدونم. من برادر ندارم. چه؟ من هیچ کیو ندارم. آخه دلم سوخت. من بیکسترین آدم جهانم. این داره دیالوگ میگه؟ راست میگه. کی گفت دروغ میگه؟ بی کسی تو میخرم. بیا بگی بغلت نه ممنون. خیلی صحنه عاطفی جالبی شد. سبا بودی دیگه. بله سبا. یه چیزی نیستم. سرد پنجام یخ زد. بگی بغلت. نمیخوام چندشم میشه. یه خیال ویولون واسود بزن. چی بزنم؟ یه صحنه عاطفی. روحانیت خوره. نه بابا چرب و چیله چیز بزن. صبحانه لطیفانی. میشناسی فیلمو؟ میشناسم اینو نگاه. دیگه میشناسم 500 دفعه دیدمش. بلدی آهنگشو؟ لا 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 نوری بره بلدی؟ بلدم. ببین اون صحنه تو تاکسی یادته؟ آخرای فیلم زیر بارون مرده بزنه. او تریپور میگه من اسم آدرس 50 تا از مردای پولدار رو میخوام. 50 تا پولدارشو. حالی نمیذارم باز اون کارا رو بکنی. چرا نمیذاری؟ چون من دوستت دارم. یعنی که چی؟ یعنی همه سیما تو رو دوست دارم. تو مال منی. نه هیچ کس مال هیچ کس نیست. زن و مرد مال هم دیگه. من اصلا نمیخوام بندازم تو قفس. من نمیخوام تو رو بندازم تو قفس. میخوام دوستت داشته باشم. اینم همونه. همون نیست. حالی. من حالی نیستم. لولومی هم نیستم. نمیدونم کی هستم. من و گربم عین همیم. ما یه جفت بدبخت بی اسمیم. ما مال هیچ کس نیستیم. هیچ کس هم مال ما نیست. ما حتی مال هم دیگه نیستیم. نگه داری. باران میبارد تاکسی میایستد. حالی گربه را از تاکسی پیاده میکند. گربه پاشو. واسه موجود بدبختی مثل تو اینجا بهتر اینجا. برو کنار. پیشی کجایی؟ پیشی کجا رفتی؟ پیشی میدونی تو چه مرگت خانومت حالا اسم ترسی که هست. تو یه ترس جیگر نداری. میترسی سرتو بگیری بالا. آدما عاشق میشن. آدما مال همدیگه هستن. این تنها نشونه خوشبختیه. پیشی تو فکر میکنی آزاد رهایی؟ میترسی یه کسی تو رو بندازه تو قفس؟ ولی عزیزم تو همین الانشم توی قفس. من بیقرارم آرامش نداره سوزم گریه دارم جانا بگن شب تاریم. خسته نشی نمه دست و خیز میکنی. خسته نمیشن. پاشو سر این مسئله رو میگه زودتر جمع شه بریم کوفتی بخوریم. دستم بنده. دستش بنده بچه مگه نمیبینی خود؟ ناصر خان. بابا یه چیزی بخوری خود خلقت باشه. من خودم میام ماما رو جمع جمع پس. این رفیقمون یه امر خصوصی داره به شما. کدوم رفیق؟ همون که اون روبرو نوچه‌اش نشسته. کی هست؟ اسم نداره و بچه‌هاش بهش میگن رئیس. شما بگو رئیس. رئیس کجا؟ جا نداره داداش فطرتاً رئیسه. برو ببین چی میگه دیگه. برو خب نمیخورتت که. چیه؟ مال شماست. گله؟ گل دوست دارم ولی نه کاغذی شد.
اجازه؟ چه اجازه؟ اجازه دیگه، اجازه‌ای که به شما خط بده تو قهوه خونه تیار در بیاری. این که تئاتر نیست، فیلمه. میگه فیلمه، خنده داره بچه. این فیلم کوآپراته. تو پیش پرده اصلا تو فیلمه. میبینی حتی این احمقا میفهمن کاری که تو میکنی اسمش فیلم نی. اسما چی کار داری رئیس؟ رسمو بچسب. شما سرد و گرم چشیده، سینما رفته، فیلم دیده. این جماعت شک دارم سردار سینما رو هم دیده باشن. حالا این چیزی که واسهشون اجرا میکنیم اسمش هر چی که هست واسه اینا حکم فیلم و داره سینما. تو میگی سینما، باشه ما میگیم سینما. سینما آیا شما کدوم سینما رو میشناسی؟ بیا ایزه چرخه آپاراتش به چرخه. باشه فردا میرم پاسکو مجوز میگیرم. میگه پا خنده داره بچه. مگه زهراز خونه مگه ارتشه مگه پادگانه اصلا مگه تظاهراته. اینجور چیزا کار پاسکو کلانتری نیست آقا. اجراهاتون رو من صادر میکنم. فیلم خود واردی، سکانس داره، پلان داره، اما دورریز هم داره. دورریز؟ اضاف پرت باطله. حالیته کم کم داره عالی میشه. فردا اسم هر فیلم قرار اجرا بشه روی کاغذ نوشته میشه همراه با خلاصه فیلم و دلیل انتخابش. صحنه‌های دورریزش هم قیچی میکنی. مهر انگشتری من که پاش نشست اون وقت اون فیلم رو اجرا میکنی. در ضمن یاد باشه که این بچه ها خرج دارن، برج دارن. حرف بدی نزد که گفت گل کاغذی دوست نداره. راست میگه، منم دوست ندارم. دفعه وقت خواستی براش گل بگیری میری گل فروشی دست میکنی جیبت پول در میاری میدی بهش یه شاخه روزا قرمز میکنه. خداوندا تو شاهد من باش، شاهد باش که من سر عجز فرو نخواهم آورد. دشمن هرگز قادر نخواهد بود بر من غالب بشه. مبارزه خواهم کرد تا گرسنه نمونیم. تا آخر عمر ازت متنفرم اشلی. جنگ شروع شده؟ شما حالتون خوبه؟ آره من خوبم. مطمئنین حال زانتون چطوره؟ همه جام خوبه. اشکالی نداره بیام تو؟ معلومه که اشکال نداره. دارین اسباب کشی میکنین؟ کجا دارین میرین؟ یه جای دیگه، یه شهر دیگه، یه شهر دیگه، یه شغل دیگه. اختیارم بس خودم. چه بامزه، درست عین من. اون اسمشو نبر کجاست؟ پس آقای شلدری چی میشه؟ هر کریسمس براش یه کیک میوه‌ای میفرستم. بکش. من دوستتون دارم خانم کیوبیک. 3 2 فهمیدین چی گفتم خانم کیوبیک؟ من واقعا عاشقتون هستم. خفه شو و بازی کن. نام فیلم شاین مالت The Mallet Falcon. موضوع فیلم دزدیده شدن یک مجسمه است که یه آقای اسپید پلیس از وجود من خبر داره؟ هنوز نه. سعی کردم تا دیدن شما چیزی بهشون نگم. لازم از وجود من با خبر بشه؟ یعنی شما نمیتونین کاری کنین که مجبور نشن به سوالاشون جواب بدن؟ چرا؟ ولی اول باید بفهمیم اصل قضیه چیه. نمیتونم بگم. حالا نمیتونم بگم. باید به من اعتماد کنین آقای اسپید. صحنه بعد دفتر کاراگاه. این سرگیجه است. حالا جوز سوالتی که من دیدمش با مامان راجع یه پلیسیه که یه سرگیجه برای بازنشسته. نمیتونستی بیایی بالای برد. برای اینکه تو قتل زنش هم دستش باشی چقدر بهت داد؟ یادم بند زنشو. اشتباه کردی. آدم نباید یادگار جنایت نگه داره. مادله من چقدر دوستت داشتم. من اجازه دادم من عوض کنی چون منم دوستت داشتم. خواهش میکنم اسکاتی تو منو دوست داشتی، بازم دوستم داشته باش، کمکم کن، نذار از دست برم. خیلی دیر شده مادله، اینا دیگه نمیشه برگردیم. خواهش میکنم. حالا خوبه؟ چی شد؟ همین شد که ملاحظه فرمودیم. یعنی چی حرکت؟ یعنی قصه عشق بی قصه عشق. یه فیلم دیگه انتخاب کن. دلیلش چی آخه؟ دلیلش خودت بهتر میدونی. فیلمو جوونی هم دیدم 20 سال پیش. مناسب نی واسه قهوه خونه شاغلان. اصلا یه چیزی. چه چیزی؟
تو چرا همش دنبال فیلم‌های عشق عاشقی هستی؟ شاهین مالت عشق عاشقی بود، سرگیجه عشق عاشقی بود. توش عشق عاشقی هم داشت. شده فیلم بزن بازی کنی یا جنگی؟ فیلم جنگی اسمش روشه، توپ و تفنگ و طیاره و بمب افکن میخواد انفجار. چیزی میگم شه. آها. بگو مهمون تخیلشون باشن. اگه قرار مهمون تخیلشون باشن بذارین همون قصه عشق رو اجرا کنیم. چیزی نمیبینن که همش تخیلیه. موضوع همینه. چیه؟ تو بعضی فیلم‌ها حتی تخیلش هم باید حذف شه. Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans. Jurez de dire la vérité. Je le jure. Vous devez dire la vérité à votre juge. Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillé? I'll change her guards and put an officer in charge. But don't forget she must be burned. Vous portiez une épée, où l'aviez-vous prise? Il faudra bien un jour que je sois délivré. Ceux qui veulent monter de ce monde pourraient bien s'en aller avant moi. Les voix m'ont dit que je serais délivré par une grande victoire pendant le jugement. Voulez-vous que je leur donne une procession pour vous remettre en bonne santé? Death to the witch! Death to the witch! Je me rapporte à la conscience des juges. J'aime mieux mourir que d'être offert. Getum ekki látið það okra svona á okkur endalaust ef við ætlum einhvern tímann að borga niður þessar skuldir þá verðum við að... Ég nenni ekki að ræða þú. Það ýmsum spurningum ósvarað varðandi þetta slys. Hefur eitthvað velt í fyrir þig hvað áttur að gera? Þú sambandi við búið? Keilim við eftir einhverju skuldasúpu með... Þeir út að taka á mjörn að gera ekki allt fyrir þessu. Reynir hefur nú ekki verið ánægður með þig að tala lítið kaupfélagið. Verður að hætta þessu. Hvernig stofnar maður mjólkursamlag? Við teljum að það sé betra fyrir bændur að geta valið. Það kominn tími til að stofna nýtt mjólkursamlag. Bin sene var ki bir ses işittim. Ya Muhammed. Adın ne senin evladım? Raci. Al bakalım Raci. Elif gibi ol. Sema, insanın miracını temsil eder. Yükselişini. Neva bizim musikimizin en eski makamlarından biri. Aşkla yoğrulmuş. Baba kayboldu. Ne kayboldu kızım? Anne. Bulamaz. Çok zor. Hem bulunsa ne olacak ki? Oyunun tadı kaçtı. I'm Palestinian. Well, guess what? This ride is on me. Garna, كل شيء عم بصرف. Are you Brigitte? C'est un film sur le conflit palestinien et vous le savez, on a une certaine sympathie pour la cause palestinienne. Gentleman in number 11. He's dead. You have taken enormous risks for our sake. Evidently he stayed at the same hotel as David did. Who are you? I traded him in. It was as though he was frightened of something. He was probably the last man to speak to my husband. What are you running away from? Everyone thought I was dead. I let them think so. Robertson is involved in illegal arms traffic in our country. Robertson is associated with the United Liberation Front. Could he have killed my husband? But he's dead. But you're not. French and Indian Army are headed south out of Fort Caroline to war against the British. The reason that you have to murder the girl. Indebted to you. Our war was successful. When the gray hair is dead, Margot will feed his heart. Terrible feature of war here in America's Major Hayward. You know he wouldn't send me. You falsely spoke of what you saw. Strike for the east side of the swamp till you clear the French picket line. Karen Monroe, I have known you as a gallant antagonist. Is the hatchet buried between the English and my French father? You buy a car like this making race records? If you find the right singer. I want to put you on a record. Dangerous business you're in. My wife's going to drive a Cadillac. 40 days and 40
this your new shit? You and me not gonna wake up every morning and get everything we want. Mate, he's just a kid. You better know I know it. I'm the band leader. He's such a band leader. See if he band leader enough to hold on to his boy. I make you famous and him rich. Records so. سرفه علکی نکن. بیدارم. یعنی بیدارم کردی. میبخشیم. باز چه خبره؟ اجرا کنسله؟ چیزی نشده. چیزی نشده. صبح اول صبح شاله کلا کردی بودو اومدی اینجا. اگه مالیده بگو مالیده دیگه. نه مالیده. تغییر کرده. همونه دیگه. حیف شد. عاشق اون تیکی آخرشم رو تخت بیمارستان. اونجا که الی مکگرا به رایان اونیل میگه من تو رو کنار بستر لعنتی مریم نمیخوام. گفتم مناسب قهوه خونه شاغلام نیست. نگفتن چی مناسبه؟ گفتم مثلا یه فیلم جنگی. بزن بکش و قیمه کردن نیست. همه فیلم‌های جنگی که بزن بکش نیست. حالا بیا. این فیلمو دیشب پیاده کردم. چی هست؟ دیالوگای زناشه. زیاد نیست ولی موثره. اونو نگفتم، اسم فیلمو پرسیدم. بهترین سالهای زندگی ما. داستان 3 سربازی که بعد جنگ برمیگردن خونه‌هاشون و گرفتاریشون، یکی تو دست نداره، میگی زن. اسمش چیه؟ میلی. این کیه؟ پریش؟ هامر پریش. یه سرباز با 2 دست مصنوعی. تفلی. دیشب تا صبح دادم حتی یه جفت دست مصنوعی خوشگل واسش ساخت. تفلی. به شبا اینجا میخوابی؟ کپه مریم میذارم وسط زرزر بچه و زلزل جغجغه و خورخور دکتر کشیک میگی میشه خوابید. ولی مامانم که اون برای درسون آباد. میخوای با شاغلام صحبت کنم شبا تو قهوه خونه بخوابی؟ جواب رئیس نوچه هاشو چی میدی؟ بیخیر. تو کار تحصیلی نداری؟ 1,800 1,200 چیزی؟ نه تعارف که نمی‌کنی؟ تعارف داری 1,800. بله. این بچه رو بگیرم منم دستمام خیلی سرم. به من چه؟ مگه من للی بچه تو هم. اون بچه زلزله‌ای که تو بودی. بده من دستمام بگیرم. خانواده‌ام ازم خواستن برم مسافرت. میخوان منو از تو دور کنن. به نظرم فکر خوبیه. تو واقعا دلت میخواد از دستم خلاص بشی؟ من دلم میخواد تو آزاد باشی ویلما. تو دختر خوشقلبی هستی. نمیخوام به پای من بسوزی. تو واقعا نمیفهمی من چه حسی بهت دارم؟ تو نمیفهمی با این وضعیت من زندگی چقدر سخت میشه. یه عمر باید منو تحمل کنی. هر روز هر شب. میتونم امتحان کنم. اگه این 2 تیکه آهن بهم وصل نباشه من هیچ کاری نمیتونم بکنم. عین بچه تو گهواره. نمیتونم یه نخ سیگار بکشم یا یه صفحه کتاب بخونم. اگه اون در بسته باشه من نمیتونم بازش کنم. من حتی نمیتونم دکمه‌های پیرنمو ببندم. من برات میبندم همین. لطفاً آقا عطا رو که زحمت کشیدن و دیشب تا صبح این 2 دست مصنوعی رو ساختن تشویق بفرمایید. خواهش
پاشا او را میبینم. ناممو ندیدی؟ همه چیو توش برات نوشتم، همه چیو. ولم کن. این دیالوگا کوتاه شده؟ کوتاه شده. فقط مال لارا کوتاه شده یا به مال همه کوتاه شده. چرا اون وقت؟ به قول رئیس دورریزه. اصل فیلم 197 دقیقه است. یعنی چقدر؟ 3 ساعت و 17 دقیقه. یه ساعت این وسط تپ لپو بشه خیالی نیست. 2 ساعت و 17 دقیقه. 17 دقیقه شام لابد داشته باشه اول. 2 ساعت دیگه. فیلمی که از 70 دقیقه دورریز داشته باشه فیلم نیست. تو چته؟ این چشه؟ شاید داغ می‌کنه. تو چه بچه؟ نمیفهمم بچه یه جور حرف بزن مالین بشه خب. ول کن بابا تو هم بچه لوسش می‌کنی. او تب کرده با یه کمپرس آب سرد. آره خوب گفتی آب سرد. چی میگو؟ کی؟ شاه غلام گفتی که با ماشین داری میره شهر. اگه میخوای برسیم تو قرم میکنم. خب گفتم امشب اینجا میمونم. میمونی؟ نمیبینی آره بودشو؟ تو میخوای تر خشکش کنی یا تو؟ من گفتم دیر بشم تر خشکش میکنم. لازم نکرده. باشو باشه یه کلی بگیم تا چه کاری کنی. اون نمیتونه بخوابه. استراحت که میتونه بکنی. فردا دکتر جیواگو داریم 12 تا پرده فقط 4 تاشو کشیده کلی تیر و تفنگ و گوله وقت نداریم. کنسلش کن. چیو؟ دکتر جیواگو. حالا بابا این کنسلش خب کنسلش کن. جاش یه فیلم بازی کن پرده مرده نخواد. تفنگا هم خلاف. زنم توش نباشه که تا حالا این بچه خوب نشه از بغلش جم نمیخوره. ولی آخه ولی همین که گفتم. همین. کمپانی یونایتد آرتیست تقدیم می‌کند یک فیلم به یاد ماندنی، بهترین فیلم دادگاهی جهان. 12 مرد خشمگین. ببینید خشم این مردان را. 12 عضو هیئت منصفه. 11 نفر میگویند این جوان قاتل است، اما یک مرد، فقط یک مرد تنها در مقابل آنان می‌ایستد. این است آن مرد با اجرای هنرمند شهیر مرکز نسیم کرد. مسئله قتل عمده و اگه ما اعضای هیئت منصفه متهم و گناهکار تشخیص بدیم در واقع حکم اعدامش رو صادر کردیم. خب کیا موافق حکم اعدامن؟ 1 2 3 11 نفر معتقدن که اون گناهکاره و 1 نفر میگه بیگناهه. عجب پسر، یه همیشه 1 نفر هست. تو واقعا فکر می‌کنی اون پسر بیگناهه؟ درسته که قاتلش دستانه چه ولی قطع بزرگ شدی که چاقور چهاری نیست تو سینه پدرش فرو کنه. اگه 100 سالم راجع به حرف بزنیم من بازم میگم طرف گناهکاره. اون گناهکاره چون 1 نفر اونو در حال ارتکاب جرم دیده. من همه عمرم با اینجور آدمو سر کار داشتم، حتی یک کلمه از حرفاشون رو باور نمی‌کنم. اون ادعا میکنه در زمان قتل سینما بوده ولی نمیتونه بگه چه فیلمی دیده. ما شاهد عینی داریم. اونا در جایگاه شوت سوگند یاد کردن. ما قراره یه مجرمو بفرستیم روی سکوی اعدام، جایی که بهش تعلق داره. کاش میشد آقا این قضیه رو یه جوری فیصله داد. من برای همه شما یه پیشنهادی دارم. یه بار دیگه رأی بگیریم و هر کدوم از شما برگه رأی خودتون رو بدون اسم تحویل بدین. اگه همه بگین گناهکاره من جلوتون نمیستم، ولی اگر 1 نفر بگه بیگناهه من بازم دربارش صحبت میکنم. پش کردی؟ چند وقته؟ خیلی وقت. درمونگاه ملیه. درمونگاه ملیه؟ خودش کجاست؟ خودش؟
امشب که با ناله دلم یک فیلم خواندم تو تبس فروشی ابو طیاره نگو چطور دلت میاد بطمنه هرچی کرم یه رفیق دارم تابستون تهران تا استانبول ترکیه رفته 980 تومن بهترین اتوبوس تور خب که چی؟ خلاصه تهران استانبول زیر 1000 تومن داری چانه میزنی یا تو سر مار؟ حالا ازم بداری چه؟ تا بگو ما نمگو باز برم سفر کجا؟ سفر تنها چند وقت میده؟ امروز میرم فردا برمیگردم فکرانه امشب چی میشه؟ تعطیله؟ میتونی یه زنونه بری؟ چی مثلا؟ بیبی جین مثلا اسمش اینه؟ کاملش اینه بر بیبی جین چه گذاشت؟ باقی دارم اونجا بردارم 2 نقش زن اسمی داره دیویس جون کرافورد 2 مردم داره انگار اونا رو بیخیال شو دعوای اصلی بین 2 خواهره میرسی تا شب حفظ کنیم از بت دیویس اون چیز یادمه همه چیز درباره این جوونه اون تو این تو یک افریته اون سرش ناپیدا شکنجه میده خواهر چلوشو تفلی صندلی چرخ دارم که داره و عطا بگم عطا رو بلش یه صندلی چرخدار تای انباری پشت آشپزخونه است به شاغلان بگو ترتیبش میده وسط اونانش هم بت دیویسه؟ جون کرافورده بت دیویس بیبی جینه بله خوشم اومد کی برمیگردی؟ بستگی به جاده داره برف شل باشه فردا سفت باشه پس فردا میرم دیدن ننه بزرگم ای حالم به هم خورد دوش مردن که داره میترسی؟ کردم تو منو فلج نکردی من رانندگی میکردم تو از ماشین بیرون شده بودی دیگه نمیخوام دربارش حرف بزنم هر وقت دارم راجع به یه چیز خوب فکر میکنم تو چیزای بد و یادم میاری من فقط میخوام راجع به چیزای خوب حرف بزنم پس یعنی من تو رو فلج نکردم یعنی تو تمام این مدت ما میتونستیم با هم دوست باشیم لطفاً 2 بستنی توت فرنگی خب یه مرد نمیتونه با زنی ازدواج کنه در حالی که زن دیگه رو دوست داره لااقل من شجاعت اینو داشتم که احساسمو بیان کنم نمیتونم بذارم بری مردی یکی باید مراقبت باشه نمیتونم بذارم بری دو 3 دقیقه وقت داری؟ 2 دقیقه میخوام یه چیزی بهت نشون بدم میدونی این چیه؟ نه نمیدونم یه آتشکده است مال دوران ساسانی به چه درد میخوره؟ یه آتیشی بوده آتیش مقدس این تو نگه می‌داشتن که چی میشه؟ همینطوری عین مشعل المپیک اسمش تخت رستمه من آورده اینجا تخت رستم نشونم بدی؟ نه بابا آوردمت که یه فیلم واسه تعریف کنم چه فیلمی؟ دربار انداز مارلون براندو و اوا مریسند خب چی خب؟ مگه نیاوردیم فیلم تعریف کنی؟ خب تعریف کن دیگه آره خب یه صحنه است تری یعنی هم مارلون براندو میخواد به دختره حالی کنه که خاطرشو میخواد دم یه پارک دارن قدم میزنن دختره دستکش از دستش میفته پایین مارلون براندو خم میشه
ورش میداره دست خودش میکنه. دست خودش. دستکش دختره دست مارون براندو میره؟ تو فیلم نشون داد که میره دیگه. پس دست دختره گنده بوده یا دست مارون براندو ظریف مریف؟ احتمالاً از این دستکش کشی بوده. دستکش سفید کشباف. خب همین دیگه. این همه را منو کشوندی دم آتیشکده دوره اشکانی ساسانی. حالا هرچی که بگی مارلون براندو دستکش دختره رو میکنه دست خودش. چطور متوجه نمیشی؟ تو خود که آرتیستی. مارلون براندو با این کارش داره تلویحاً خوبه. آره داره یه جورایی به دختره حالی میکنه که دوستش داره. پشم بوسلم سر بردی. تهش این میشه که میخواستم ازت بپرسم احیانا تو دستکش نداری؟ نه. من هیچ وقت دستکش نداشتم حتی بچگی. اگه بخوام یکی هم بخرم سفیدشو نمیخرم. اگرم سفید باشه کشباف نیست که تو هر دستی بره. اگرم کشباف باشه چارچشمی میکنمش که دستم نیفته. اگرم افتاد نمیذارم هر کی از رسید برش داره. اگرم به زور برش داشت و دستش کرد میدونی چی کار میکنم؟ چی کار میکنی؟ اون یکی لنگه دستکشم بهش میدم و بهش میگم همش مال تو ما نخواستیم. این مثلا صدای فاخته؟ این صدای تو فیلمه. بیشتر شبیه جغد تا فاخته. این تو فیلمه. نکن بابا تو هم این فیلمه. چه خبره بابا؟ هر کره. ولی داره معنی فیلمای جلبی رو بهم میگه. واسه باشه حالا فیلم معنی کن. اینجا که داریم میریم کجاست؟ مریض خونه؟ آره یه جور مریض خونه است. چه جورش؟ مریضن دیگه، بیمارای روانی. یعنی دیوونه هم؟ دکترها پرستاراشون هم هستن. واسه چی؟ چی واسه چی؟ واسه چی داریم میریم واسه مریضای روانیشون اجرا کنیم؟ یه جور تراپیه. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنه حال مریض بهتر بشه. یعنی حالش برکن بابا دیگه بس دیگه آروم بگیری. حواسم پرت بشه زیرش نچم. صحنه عیاشی باید حذف شود، صحنه خفه کردن پرستار رشد باید حذف شود. اینجوری که نمیشه رئیس. چی نمیشه؟ صحنه خفه کردن پرستار رشد که نمیشه حذف کرد. هر چیزی رو میشه حذف کرد. آخه اینجوری تاش بی‌معنی میشه. اگه مک مورفی اقدام به خفه کردن پرستار رشد نکنه که نمیگیرن بهش که مغزی بدن. بی خود بی جهت که به کسی شو که مغزی نمیدن. مرد که روزم دست بلند نمیکنه افت داره. فیلم مرد خارجه. اگه فیلم خودت کاریش بکن. چه کاری؟ خودت یه کاریش بکن. همین. اون خودش کشت پرستار رشد. بیلی خودش کشت. حالا من باید تو رو بکشم. اینا دیوونه. واقعا دیوونه. همه از ما دیوونه ترم. مک گفتم تو فرار کردی. میدونستم بدون من نمیری. حالا میتونیم با هم بریم. مک چه بلایی سر تو بردم. نه تو حالا دیگه واقعا دیوونه شد. من بدون تو نمیرم. نمیتونم تو رو اینطور بذارم و برم. تو هم باید با من بیای. اینجوری بهتره. حالم خوبه بچه‌ها. فقط داشتم سر به سرتون میذاشتم و به این ترتیب مک مورفی سالم و سلامت به زندگی بازگشت و همگی در بیمارستان ایالتی اورگون به خوبی و خوشی به زندگی ادامه دادند. فیلم تموم شد. یا انگه شاد بزن. چی بزنم؟ نمیدونم هرچی فقط شاد باشه. دست دست بلشی دست.
من گذاشتم یه چیزی بگی یعنی چی؟ یعنی سرگروه منم. من این کاسبی رو انداختم، من شما رو به کار دعوت کردم، حالا من میگم ته فیلم چی میشه. آرتیست میمونه یا میمیره، دختر و پسر به هم میرسن یا نمیرسن، متفقین جنگو میبرن یا هیتلر، اون درخت در بروکلین میروید یا نمیروید، جیمز استوارت سرش گیج میره یا نمیره، پل رودخانه کوهی منفجر میشه یا نمیشه، بعضیا داغشو دوست دارن یا سردشو، راکی بازی آخرشو میبره یا میبازه. از شب به بعد من میگم کی خوبه کی بده کی زشته. دیدار در بخش سرطان. درد نداره آلیور، جدا درد نداره، درست مثل سقوط از یه پرتگاه با حرکت کند. فقط بعد از مدتی آدم دلش میخواد به ته پرتگاه برسه. میفهمی؟ آره. شرم نبود تو که هرگز تو عمرت از هیچ پرتگاهی سقوط نکردی. چرا؟ سقوط کردم وقتی که تو رو دیدم. آره اما چه سقوطی بود. اینو کی گفته؟ نمیدونم. شکسپیر؟ آره ولی تو کدوم نمایشنامه‌اش؟ من دانشگاه راکلیف رفتم، باید این چیزا یادم باشه. من این وقتی تمام سوناتای موزارت رو بلد بودم. میخوای راجع به موزیک حرف بزنیم؟ پس راجع به چی حرف بزنیم؟ تشییع جنازه؟ نه نمیخوام. پس بی خودی قیافه نگیر. اون قیافه گناهکارت حال آدمو به هم میزنه. این اتفاق تقصیر هیچ کس نیست، احمق کوچولو. گور پدر پاریس و موزیک و همه اون چیزایی که فکر میکنی از من گرفتی. من به اونا اهمیت نمیدم. باور نمیکنی؟ اگه باور نمیکنی از اینجا گم شو. من تو رو کنار بستر لعنتی مریم نمیخوام. من باور میکنم، جدا باور میکنم. خب حالا بهتر شد. حالا بهتر شد. باور میکنی؟ من دارم خوب میشم. من خوب شدم. باور میکنی؟ من خوب شدم. رومای من کجاست؟ این چیست؟ یک جام زهر که در دستان عشق راستین من است. تو تمام آن را نوشیدی، حتی یک قطره به جای نگذاشتی تا مرا پس از تو یاری کند. من دستان تو را میبوسم، شاید زهری رو یاد مانده باشد که چون داروی مرگ جان مرا بگیرد. صدایی میآید، پس باید شتاب کرد. ای خنجر مهربان، این هم غلاف توست. همینجا بمان و بگذار بمیرم. صبر کن، من نمرده بودم، تنها بیهوش شده بودم. رومئو، پس تو زنده ای؟ آره زندم و احساس میکنم دوباره متولد شدم. تولدی دوباره. اینجوری نمیشه. چجوری؟ این بازی تو خوش ندارم. کدوم بازیمو؟ تو ته فیلم ها رو عوض نمی کنی. کلا سر یه مشت آدم بدبختر و بیچاره تر از خودت میذاری.
این که بگیم بانیکلا تایفیم کشته میشن چه گری از کاریم به قول توی مش آدم بدبخت چرا با میکنه اینجوری اقلا ته دلشون قرصه میتونن بزنن و ببرن و چی جلو دارشون نیست. داری چرت میگی. من دیگه نیستم. یعنی چی که نیستم؟ بخش بندلمو بستم. برمیگردم در موقع. همین فردا صبح. تنها؟ چطور؟ بچه نره خرتم به خود میبری؟ اهل یارکشی نیستم. نه کارت دعوت واسش میفرستم، نه اگه بخواد بیاد جلوشو میگیره. این دفعه این تویی که داری چرت میگی. وابستت شده نمیفهمی؟ از چی میترسی؟ قبل ما سینما نیمکت تو تکی اجرا میرفتی، الان هم میتونی تکی اجرا کنی. گوش کن. این دفعه تو گوش کن ناسی نیمکت. ما سیای لشکرت دیدم که برسازه برقصی. آره اگه من اومدم که این کار فقط به خاطر اینکه اشتباهی ولی قرار قصد اصطلاح قصم نداشتم ولی تو موال یه چیزایی به گوشم خورد. دو چیز بگم خدمتتون. بگو. اول اینکه نصف شب و بچه‌ها خوابن. دوم از اون ولی خانم چه فرمایشی شما میفرمایید؟ شما برین نصف مشتریای شاغلان پریده؟ کاسبی همینه دیگه. یه وقت خوشه یه وقت هم ناخوش. خب هر کاری یه راهی داره. شما بسپرش دست شاغلان خودش درستش میکنه. چجوری؟ آلبرتو گریبالدی تقدیم میکند فیلمی از سرجیو لبونه، یک اثر استثنایی، یک وسترن اسپاگتی، خوب بعد زشت. چه میخواهند این سه مرد، این سه تیرانداز؟ خوب بعد زشت. کلینت اسپود، ایلای والاک، لی وان کلیف در اثری از سرجیو لبونه. خوب بعد زشت. دو نفری سریعتر میتونی قبر رو کنی. پس برم کرک کردی آشقال لعنتی بلندی. تو دنیا دو دست آدم داریم دوستم. اونایی که اسلحه پر دارن، اونایی که نبش قبر میکنن. تو اونی که نبش قبر میکنن. یه حرومزاده یک کسی. کمپانی یونایتد آرتیست تقدیم میکند یک فیلم جنایی درام، داستان زندگی باربارا گراهام با بازی درخشان سوزان هیوارد. میخواهم زنده بمانم بر اساس یک داستان واقعی. ببینید تلاش این زن را در زنده ماندن. بکسور گمنام راکی بالبوا کمپانی یونایتد آرتیست تقدیم میکنم. اصلا مهم نیست اگه من بازی رو ببوزم. اصلا مهم نیست اگه آپولو یه سوراخ تو کله من واکنه. مهم اینه که من یه قدم گذاشتم جلو. هیچکی نتونسته جلوی آپولو تاب بیاره ولی من باید بتونم. اگه اون موقع که زنگ پایان مسابقه زده میشه هنوز رو پای خودم وایساده باشم، اون وقتی که میفهمم واسه خودم کسی شدم. کمپانی برادران وارنر تقدیم میکند دوبله فارسی این شاهکار سینمایی موزیکال را از دست ندهید. بانوی زیبای من هدلی پرن ریکس هریسون برنده 8 جایزه اسکار. ببینید این دختر گلفروش چگونه تبدیل می شود به بانوی زیبای من. ببینید این فیلم را. بینم چی گفتی؟ میخوای ما رو جای یه بانو جا بزنی؟ یه گل بخر آقا، ما واسه خرجیمون لنگی. نمیخری؟ تو دیگه چه جونی را بیرسی؟ دلم خواد کلتو بکنم. آهای پالفوسول، ما اومدیم اینجا تو درستمون کنیم، نیومدیم اینجا تعارف تیکه پاره کنیم، اومدیم درستمون کنیم. ای زن نمیدیم ما رو دختر صدا بزنی وقتی مثل یه پارچه خانیم با تاسکی اومدیم، نشتش هم میدیم. یه جوری هم با همون تا نکن انگار داخل آدم نیستی. ما از اون دختر خوبایی تو سهر گریویم بازم ماتم گیرم.
میبخشین جماعت، ولی تحمل رئیس هم حدی داره. هی حساب کتابشون عقب افتاد، هی چی نگفتیم. هی هرچی دلشون خواست بیایجده گفتن، هی چی نگفتیم. هی پا پس کشیدیم، هی پروتر شدن تا رسید اینجا. کجا؟ همینجا. بفرما. بانوی زیبای من. یعنی چی؟ یعنی فقط بانوها زیبان؟ آقایونا بیریختن؟ دیدم هم که اینطوری باشه. اصلا بانو چی کار داره به قهوه خونه شاه غلام؟ اونم بانوی زیبا. درسانی وقتی رئیس میگه من، تو کی هستی که میگی من؟ ادب قلقل ادب. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. جاش یه جا که مناسب حال بگو. رو چشم آقا. بی ادبی نباشه، بی ناموسی نباشه، قومیتی هم نباشه. یه رو باید گیره ناره جنگ میزه تو رودخونه، یه مش ماهی ریز میان رو میزنه تو سرش، بیاید داده میدن زدم تو مهده کودک. آقا یه هم نمیدیم سینما بول جانگونه ماله بقدیه ماله کیه بالاخره شل تو دستا برمیگرده میگه که غذا نخوردی مرغ هست بگم توخ کنه. گل کن حرکاتای موضوع. دو انگشتی خواهشم. تو مارسی ها بازی کن. منمو خبر کنی سمبوسل، آقامو خبر کنی سمبوسل، داشتمو خبر کنی سمبوسل، آبجیمو خبر کنی سمبوسل، همه رو خبر کنی سمبوسل. من دارم قهر میشم سمبوسل، من دارم قهر میشم سمبوسل، من دارم قهر میشم سمبوسل. از این دیگه نمیره. چیکار کنیم حالا؟ خیلی بد بکش. سیم کلاج داری؟ نمیدونم آقا جون، نمیدونم. خبری نیست؟ گشنمه. روزا فقط میگذره، تموم نمیشه. بوی تند ناپال تو سوای بزرگترین نفرینی که به بشر تحمیل شده خاطر. برای اینکه یه مرد واقعی باشی به چیزی بیشتر. برای اینکه یه مرد واقعی باشی به چیزی بیشتر از شونه‌های پهلوی نیاز داری. اگه تو بری من کجا برم؟ مطمئنم که یه قلب دارم چون شکسته شدن شده. بینیتون بریده باید خیلی دردناک باشه. همه یفتیر کشا تنها. من برای پروفسور هیگینز همیشه یه دختر. همه ما میترسیم چیزی به اسم شجاعت وجود. جان به دل بوکاتا، جان به دل بوکاتا، ای خاک تو سر من، ای برف تو سر من، ای خاک تو سر من، جان به دل بوکاتا، جان به دل بوکاتا. میخورد همه چی میخورد. من چرا نخورم؟ میشناسینش؟ دیکتاتور آفریقا، شاه بود، میهن بود، اصلا خدا بود، ولی آدم خورم بود. میگفت دلمه برنج وقتی با گوشت میچیده بشه عجب چیزی میشه. تو جین میخوابونده کباب میکرده. عاشقتم جان به دل بکاتم، دیوونتم، دیوونه دلمه برنج با گوشت آدمی زادتم.
یا جان به دل بکاسم به فریادم برسه، یا اگه اون به فریادم نمیرسه تو به فریادم برس. 3 تا آدم گنده دراز جلو درا میرن، وقت از کشتگی باید زمین رو کاست بگیری. یکی به دادم برسه. منی عطا مگه ایسره نبود واسه نفقش اون سر گاه دقیقانه بلغاری رو میخورد. خب من چی وزید نکرد دارم واسه نکرد. تو کمشو به خوبی خوشی تموم میکنی، یه کاری کن آخری قصه افیت میشه. تو رو چهره جان به دل بکاسم، تو رو هر بار خاک ایگره نزار بخورم این انگوشه بد بستم. نزار طاقت بیا، یه آبادی پشت سرته. نکن باشه، هشت رو به خوبی و خوشی تموم میکنم. هپی اند. یارسی سک کنم. یارسی شاپیان نمیخواست. یارسی برش کن. بیا پایین پیاده شو برو سمفونیک بزن، فیلارمونیک بزن، اصلا استریوفونیک بزن هرچی دلت میخواد بزن کشفت کنم، بزن معروفت کنم، مشهورت کنم، برم کن چه صافت رو برو بزن اساسمو تو شال مادرم جمع میکنم، همون شالی که وقتی میرفت بازار سرش میکرد دارم جمع میکنم تا از دره خودم برم. آقا تو تاریکی چی چیز داریم، چرا کله روشن نکنیم؟ همینه. اولش یک نفر داستان روایت خونده، بعد فیلم شروع کنه. حساب خوبه. این دفعه دیگه بر نمیگردم، خاطرات 50 سال پشت سرم باقی میسازم. عجیبه که مغز آدم چیزایی رو که چند لحظه پیش براش اتفاق افتاده فراموش میکنه، اما خاطرات حوادثی که سالها پیش اتفاق افتاده واضح و روشن به یاد میاره. مرد و زنایی که مدت‌ها پیش مردن. آدم هنوز نمیفهمه چی واقعیت و چی نیست. چطور میشه باور کرد همه دوستانم از اینجا رفتن در حالی که صداشون هنوز توی گوشمه؟ نه، حاضرم چندین بار به خودم بگم نه، چون اونا هنوز تو ذهنم زندگی میکنن، چون دور بر روزگار سپری شده هیچ حساب بچه نیست. Buongiorno. Sì. Vai a centro città? Ci vedi? Si ti sente? Ah, mi risalvi? Sì, grazie. Molto gentile. Percutamente tamerò finché il mondo vi cadrà, finché il sole luce avrà, percutamente tamerò. What is this? Telephone? Yes, telefono. Vedo tvoje? Sì, cellulare, mobile. This is wonderful. Sì. Ehi, stai attento! Oh, che cavolo stai facendo?
خاتون آواز چی شده موتوره؟ الش کن داغونه تصمیم بریده باشی میتونن راش بندازن. نه بابا کارش از این حرفا گذشته. میری؟ گفتی کجا میخوای بری خاتون آواز؟ نرسیده عشه قهوه خونه شو داره برام. بلدم بپر بالا. اومدم. دنیا قرار گلستان باشه. آره منم یکی از اونا بودم، ولی حالا دیگه نه. از حالا به بعد با خودم یه قرار گذاشتم، اینکه همه چی رو همونطور که هست قبول کنم، حتی اگه به زشتی صورت مردایی باشه که اون بیرون نشستن. خب تو چرا پا نمیشی بری خونه؟ راه درازی در پیش داری. منم باید خودم رو واسه دور بعدی آماده کنم. کی مرد؟ شب هفتشه امشب. من پریشب شنیدم. من دیشب. چی شد مرد؟ خوب مرد. گفت خوابم میاد مامانی. بعد 22 سال اولین بار بود دیدم خوابش میاد. سرشو گذاشت تو دامنم. یا تموم. با چشای باز مرد. حالا میخوای چی کار که بدونی؟ همینجوری واسه اینکه خوب مرد. روزای خوبی داشتیم با هم، یادم نرفته. چارتایی، سینما نمی‌کرد، بازی کردیم، خوندیم، گریه کردیم، خندیدیم، عاشق شدیم، دستامونو تو خونه هم شستیم. خوب نبود ناسی؟ سوا؟ آره خوب بود، خیلی خوب بود. ملی، سانست بولوار یادته؟ اونجاش که یکی به گلوریا سوانسون میگه شما نورما دزموند نیستین؟ هنرپیشه معروف سینما. یادمه خیلی بزرگ بودیم. یادمه. گلوریا سوانسون هم جواب میده هنوزم هستم. این فیلمان که کوچیک شدن. بحثه که روز آخر به دادم یادته؟ توش فیلم بود. دیدی؟ 1000 دفعه، بلکم بیشتر. آخرش دوست داشتی؟ کارگردان نشسته خیره شده به پرده سینما. آخرش؟ آره دوست داشتم، بازیشم کردم. 2 نفریه رو پرده، 2 نفری زن و مرد. من 1 نفری بازی میکنم. میشه؟ بستگی به جای دوربین داره. اگه دورم بچرخه میشه. اون سالی که فیلمو بردادم تازه بود، حالا دیگه کهنه شده. مثل شراب سینما، هرچی کهنه تر بهتر. بزنم برات بازی کنی؟ صحنه آخر، زن و اون مردا او پرده. بلدی موزیک متنشو؟ بلدم. ترانه‌ش هم گفتم. ترانه نداره که تهش. مال من داره. بزنم؟ صبر کن.
حالا بزن.